بارک الله فیکم. اما تفسیر قرآن با رأی، تفسیر کردن قرآن با رأی، ما میگیم که منهج اهل سنت و الجماعت همین است که تفسیر کردن قرآن باید تفسیر قرآن به قرآن کرده شد. قرآن را به خود قرآن تفسیر کنیم. بعضی آیات های قرآن می آید، دیگر آیات های تفسیر میکنند. و این چنین قرآن به حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر کنیم. حدیث های پیامبر میاد قرآن را تفسیر میکنه. و این چنین قرآن و سنت را به سخنهای صحابگان و به فهم صحابگان رضی الله عنهم تفسیر کنیم. و از این پایان هیچ کس حق ندارد، هیچ کس حق ندارد که بیاید از پیش خودش یک آیت رو گیرد و چخیل خواهد خودش فهمد. نه قرآن رو به قرآن، نه قرآن رو به سنت، نه قرآن رو به فهم صحابه رضی الله عنهم. یعنی قرآن رو ما باید به فهم صحابگان رضی الله عنهم فهم. ابن تیمیه رحمه الله میگن که فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أساب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكم الصواب. يعني ببینید هر کسی که در بوله قرآن به رأی خودش به فکر خودش کرد، البته که خودش رو مکلف کرد به یک چیزی که علم نداشت. این درست نیست. علم بدون علم صحبت کردن درباره آیات‌های قرآن، درباره دین، این از همه بزرگترین گناه است که الله سبحانه و تعالی خودش بیان میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه ای پیامبر صلی الله علیه و آله به مردم بگو درجه گناه رو. قل اتلو ما حرم علیکم ربکم و اویستوست میرد و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. در حق الله، در حق آیات های الله صحبت میکنی در حالتی که نمیدونی. این بزرگترین گناه است و این گناهش از شرک اکبر هم وزین‌تر است. خیلی که ابن القیم الجوزی میگه سبحان الله. پس حتی روایت اومدگی هست که امام ترمذی روایت میکنن و لفظش یعنی لفظش مختلف است که میگن که هر کسی که قرآن رو به نفسش روایت کرد فلیتبوأ مقعده من النار، پس یک جایش رو در جهنم آماده کرده است. پس برای جایز نیست که تفسیر کرده شود قرآن، درست نیست. اما مسئله دیگر همین است که الله سبحانه و تعالی را کسی که بگوید که در بالای عرش نیست و معنای استوا رو استولا بگوید، البته که اگر الله را در این چنین انسان به دو قسم تقسیم میشد. اگر بگوید که الله در بالای آسمان است اما معنای استولا هست، ما اینا یک بار تکفیر نمیکنیم، زیرا که در بالا بودن الله را اقرار کرد اما در یک صفت استوا اختلاف کرد، به این حجت ها رسانیده می شود، وقت داده می شود. بعد از حجت رسیدن و وقت رسیدن اگر باز قبول نکند بعد تکفیر کرده میشه. اما استوا را دویم قسمش رو میگیم، قسم کفر اکبر رو. استوا رو به معنای استولا بیان کند و بعد از این الله را در بالا نداند، گوید که الله در بالای آسمان نیست، الله در بالای عرش نیست، الله در بالای آسمان نیست و معنای استولا گفت، این کافر است. به این البته که تکفیر میکنیم. خیلی که ابو حنیفه رحمه الله را سوال کردند که الرجل يقول ان الله لا اعرف ان الله فوق العرش او غیره، یعنی من نمیدونم که الله در بالای عرش است یا در بالای عرش نیست، من نمیدونم. کسی که این سخن میگه چی میشه؟ بعد ابو حنیفه رحمه الله گفتند فهو کافر، این کافر است، لان الله ذکر انه فوق العرش، زیرا که الله بیان کرد که الله در بالای عرش است. کسی بیاد بگه که نه الله در بالای عرش نیست، کافر است. و سوال دوم رو دادن که اذا قال الرجل انا اعرف ان الله فوق العرش ولكن ما اعرف اين العرش، یک کس بگوید که من میدونم که الله در بالای عرش است اما نمیدونم که عرش در کجا است، حکم این مرد چیست؟ ابو حنیفه گفتند فقط کفر، او کافر، این کافر است، به تحقیق کافر شد، برای اینکه الله بیان کرد که الله در بالای عرش است و در بالای آسمان است. بارک الله فیکم. این جمله سلف صالح بود که